سلام، وقتتون بخیر. توی این ویدیو میخوایم پکیج آموزش طراحی بار در نرم افزار اگزوکد رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که چه سرفصل هایی داره و این دوره برای چه افرادی مناسبه. این دوره برای افرادی که میخوان طراحی بار در نرم افزار اگزوکد رو داشته باشن و به طور کامل صفر تا صد تمام نکاتش رو یاد بگیرن مناسبه و یک پیش نیاز هم داره که باید یک آشناییت کلی نسبت به نرم افزار اگزوکد و طراحی در نرم افزار اگزوکد داشته باشن و بر اساس اینکه حالا طراحی در نرم افزار اگزوکد رو بلدن، حالا میخوان بار رو داخلش طراحی کنن، این دوره برای اون افراد مناسبه و میتونن به طور کامل طراحی بار رو توی این دوره آموزش ببینن و بر اساس اون طراحی هاشون رو انجام بدن. خب میایم سرفصل هایی که داریم رو با هم بررسی میکنیم. ویدیو اول معرفی دوره آموزشه که همین ویدیویی که الان داریم ضبط میکنیم. ویدیو دوم آموزش مژول های بار در نرم افزار اگزوکد که ما توی این ویدیو میایم این سرفصل هایی که برای طراحی بار وجود دارن، تمام این سرفصل ها رو بررسی میکنیم و قابلیت هایی که توی طراحی بار وجود داره رو توضیح میدیم که هر کدوم از این قابلیت ها چه کاربردی داره و چجوری میتونیم از اون استفاده کنیم و تقریبا تمام مژول هایی که توی قسمت طراحی بار هست رو ما توی این ویدیو میایم آموزش میدیم و بعد توی ویدیوهای بعد بر اساس مژول هایی که اینجا آموزش داده شد میایم از اونها استفاده میکنیم و طراحی هامون رو انجام میدیم. پس ویدیوهای اول رو باید حتما نگاه کنید که با تمام مژول هایی که وجود داره آشنا بشید و بعد دیگه تفاوت نمیکنه، هر کدوم از ویدیوهای پایین رو بر اساس سرفصلی که داره خواستید میتونید نگاه کنید و آموزشش رو یاد بگیرید. ولی پیش نیازش حتما باید این ویدیو رو نگاه کنید، با مژول ها آشنا بشید و بعد توی ویدیوهای بعد ازشون استفاده میکنیم. ویدیوی بعد طراحی بار بر پایه مولتی یونیت آلان که ما میایم 0 تا 100 از صفحه اوردر بار رو ثبت میکنیم، اوردر مولتی یونیت آلان رو هم ثبت میکنیم و بعد میایم طراحی مولتی یونیت بار و روکش رو بررسی میکنیم و میگیم که چجوری میتونیم این طراحی رو انجام بدیم و چجوری میتونیم بار رو روی مولتی یونیت آلان طراحی کنیم با استفاده از هوش مصنوعی که داره و ارتفاع رو چجوری تنظیم کنیم، حالا این پیلارز ها و اون بدنه بار رو چجوری میتونیم طراحی کنیم و تمام نکاتی که برای طراحی بار بر پایه مولتی یونیت آلان هست رو بررسی میکنیم. مولتی یونیت آلان 6 هم به همین شکله، فقط تعداد پایه ها بیشتر میشه، دیگه توضیح خاص بیشتری نداره. صرفا شما هر طراحی که اینجا انجام میدید روی آلان 6 هم میتونید انجام بدید، فقط پایه ها بیشتره، مگه نه توی انجام طراحی و روش طراحی تفاوتی ایجاد نمیکنه و در نهایت هم خروجی بار روکش بر پایه مولتی یونیت رو داریم و اون رو بررسی میکنیم که هر کدوم به چه شکل هستن. ویدیو بعد طراحی بار بر پایه دندان تراش خورده است که برای این ویدیو هم از صفحه اوردر شروع میکنیم که اگه دندان تراش خورده باشه و بخوایم بار طراحی کنیم به چه شکل میتونیم اون رو اوردر بدیم و میایم طراحی روکش رو انجام میدیم و برای روکشی که طراحی کردیم بار رو طراحی میکنیم و همچنین توضیح دادیم که میبینید مارجین بار رو شما توی هر قسمتی که بخواید میتونید انتخاب کنید، میتونید توی سطح لینگوال اون رو تا هر اندازه‌ای که خواستید مارجین رو بالاتر بیارید و بر اساس هوش مصنوعی که داره میتونید طراحیتون رو به صورت یک خروجی نهایی از نرم افزار داشته باشید با مدل‌های مختلف و ضخامت‌های مختلف و فرم‌های مختلف و در نهایت هم اومدیم خروجی روکش و بار بر پایه دندان تراش خورده رو حالا ادیت نهاییش رو انجام دادیم و در نهایت از نرم افزار خروجی رو گرفتیم و اومدیم خروجی هامون رو بررسی کردیم. ویدیو بعد طراحی بار و روکش بر پایه اباتمنت اسکرو ریتینه که برای این طراحی هم ما از صفحه اوردر شروع کردیم، اوردر رو ثبت کردیم و گفتیم که اگه بخوایم اباتمنت اسکرو ریتین طراحی کنیم و اباتمنت و بار به هم متصل باشن به چه شکل میتونیم این کار رو انجام بدیم. بار رو طراحی کردیم به همراه روکش و در نهایت هم یک خروجی از بار و روکشی که طراحی کردیم از نرم افزار گرفتیم و میتونیم از این خروجی استفاده کنیم. ویدیو آخر هم طراحی بار و روکش بر پایه کاستومایز اباتمنت که اگه شما بخواید بار، روکش و اباتمنتتون به صورت 3 تا فایل جداگانه باشه و کاستومایز اباتمنتتون هم به صورت جداگانه طراحیش کنید و خروجی داشته باشید، این ویدیو رو میتونید تماشا کنید و تمام آموزش‌های مرتبط با این نوع طراحی هم کامل داخل این ویدیو گذاشته شده و شما الان با تهیه این دوره میتونید بار رو بر پایه دندان تراش خورده، بر پایه اباتمنت اسکرو ریتین، کاستومایز اباتمنت،
مولتی یونیت و ویدیو اولش هم که کلا تمام ماژول ها رو بررسی کردیم و شما با دیدن این آموزش ها میتونید هر نوع باری رو که میخواید در نرم افزار اگزوکت حالا بر پایه هر چیزی که مد نظرتون هست طراحی کنید و خروجی مناسب رو از نرم افزار اگزوکت داشته باشید. سپاس از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید.